نیمه شب 4 دکامبر سال 2022 تقریبا ساعت 00:10 یک زن ساکن کوچه اپراتورها به شعبه پلیس نویه فسیولسکی ولایت لنینگراد روسیه زنگ زده خبر داده است که مرد همسایه‌شان زن و کودک خود را بی‌رحمانه لطم‌کوب کرده ایستاده است و از خانه آنها صدای داد و فریاد و گریه و ناله به گوش می‌رسد. کارمندان پلیس الکی بعد 6 دقیقه به جای حادثه رسیده یک شهروند 31 ساله تاجیکستان را دستگیر کردند. نظر خود این مهاجر دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه پلیس او در زمینه مناسبت‌های بدبینانه با همسر 39 سالش که شهروند روسیه است مناقشه کرده او را زیر مشت و لغت گرفته است. زن جبر دیده را در حالت وزنین در بیمارستان بستری کردند. بنا به تشخیص طبیبان او آسیب مغز و کوسه‌خانه سر برداشته، همچنین از قفس سینه، سر و دست و پایش نیز جراحت‌ها برداشته است. شهروند تاجیکستان را به شعبه پلیس آورده نسبت به وی پروتکل مأموری ترتیب دادند و به حبس گرفتند. از جای حادثه لباس‌های خان‌الود زن جبر دیده را نیز همچون دلیل شیعی آوردند و حالا مسئله کشودن پرونده جنایتی به ضد مهاجر تاجیک در دست بررسی قرار دارد. به او برای رسانیدن آسیب به سلامتی همسرش همچون جزا از 3 تا 15 سال زندان تهدید می‌کند.